قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتار 75. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13 دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. در عصر 11 تصوف به تمام خراسان و ماوراء النهر پهن گردید. شیخ ابو سعید وفاتش سال 1049 به مقصد در بین عامه جاری کردن تصوف در نیشاپور خانقاه ساخت. به منبر برآمده وعظ گفت، با علمای دینی و اهل حکمت مباحثه ها تشکیل کرد. شیخ ابوالقاسمی قشیری وفاتش سال 1073 دایر به اساسهای تصوف رساله مخصوص تألیف نمود. با تاثیر روحانیان و فیادلان یک شکل نوی تصوف پیدا می شود که اهل آن مردم را فقط به زهد و تقوا، اطاعتکاری و رعایه شریعت دعوت می کردند. در راه با مذهب اسلام آمیختن تصوف و موافق منفیت های فیادلان به وجود آوردن سلک نوی آن، مخصوصاً فقیه و فیلسوف معروف محمد غزالی 1058-1111 رال کلانی بازیده است. بر طبق تعلیمات پنتیستی تصوف، تمام انواع طبیعت زنده و مرده ظهور خدا و یا به اصطلاح صوفیان تجلی حق می باشد. همه موجودات دنیای مادی گویا انعکاس دنیای اخروی است. انسان که آخرین آفریده حقیقت مطلق است باید در راه الحاق به حق سعی نماید. برای این باید کس از تمام نعمتهای زندگی دست کشیده در نفس خود غیر از کوشش الحاق به حق همه گونه آرزو و هدفها را فرو نشانده باشد. برای آنکه انسان با راه طریقت به حق ملحق شود، او را لازم است که به خود راهنمایی پیدا کرده در هر کار به آن راهنما سری اطاعت فرود آورد و هر یک امر و فرمان وی را بدون شک و تردید اجرا نماید. چنانکه در کتب صوفیان خاطر نشان گردیده است، هر یک مرید در نزد شیخ باید مثل مرده در دست مردشوی باشد. شیخان صوفیه، پیران طریقت، تدریجاً اعتبار خیلی زیاد و قوه بزرگی سیاسی پیدا کرده به خدمت خود صدها مریدان فرمانبردار را جلب می نمایند. صنفهای حکمران اهمیت نهایت کلانی به طرف خود کشیدن این شیخ ها را زود فهمیده در این بابت چاره ها می اندیشد. همین طریقه بسیار شیخان به ندیمان حاکمان مبدل می شوند. با وجود این در بین شیخان کسانی هم یافت می شدند که هنوز هم با طبقه هنرمندان علاقه خیلی نزدیک داشتند. آنها با قوه هنرمندان به تمثال تشکیلات های تصوفی با نام فتوت اتحادیه های به وجود آورده بودند. در زمینه این اتحادیه ها طریقت های مخصوص جوانمردی پیدا شده بر ضد کافران جهاد می نمایند. در گرجستان، کافکاز شمالی، هندوستان. پس از عصر 11 اکثر شیخانی با حاکمان علاقمند خود به زمینداران کلان تبدیل می یابند. چنانچه خواجه احرار که در عصر 15 عمر به سر برده در سمرقند دفن شده است، همچون صاحب ملک و ثروت از حد زیاد نام برآورده بود.
اما بعضی شیخان برعکس با قوه تشکیلاتی و حربی خود مردمی بر ضد فیادلان سربرداشته را طرفداری می کردند. آنها برابری مال و ملک را با اصرار طلب نموده، گاه قسما و در یک مدت معینی به مقصد خود نائل هم می شدند، چنانچه که حسن جوری در عصر 14 هنگام شورش سربداران به این کار موفق گردید. همین طریقه در دوام تمام عصرهای میانه تصوف دارای دو جریان ضد یکدیگر، فئودالی و خلقی بود. جریان خلقی تصوف با دایره هنرمندان شهر علاقمند گردیده، اعتراض عامه را بر علیه ظلم و ستم فئودالان افاده می نمود. اهل تصوف در برابر ترک دنیا کردن و دست کشیدن از ناز و نعمت که شرط اساسی اکثری طریقت‌های رویه تخیلی غیر فعال و از لزومات دوره اولی از شیخ سبق گرفتن مرید به شمار می رفت، غایه محبت به انسان را تبلیغ کرده در راه حصول مقصد خود از مبارزه مسلحانه نیز خودداری نمی کردند. البته از این چنین بر نمی آید که همه صوفیان در دست سلاح به مقابل فیادلان و اصطلاحگران اجنبی سر برداشته، گویا از تصوف ریاضتی اصلی تماما قطعی علاقه کرده باشد. در ساحه ایدئولوژی اعتراض صوفیان صرف نظر از بسیار جهت‌های پرارزش آن تحت تأثیر شکل‌های دینی و میستیکی تصوف که مناسبت‌های واقعی جمعیتی را ویران و خیالی انعکاس می‌کرد خیلی محدود گردیده بود. به این نگاه نکرده در بسیار دوره‌های تاریخ بعضی جریان‌های تصوفی که علاقه خود را از دایره هنرمندان و طبقه‌های پایین جمعیتی شهر نکنده بودند، با وجود محدودیت‌های تاریخی خود رویه‌های نسبتاً پیشروی حیات جمعیتی دوره‌های معین تاریخی را تشکیل می‌دادند. این بود که فعالیت اکثری ادیبان و متفکران گذشته از قبیل بابا کوهی، انصاری هراتی، سنایی، فریدالدین عطار، نظامی گنجوی، جلال الدین رومی، امیر خسروی دهلوی و عبدالرحمن جامی با تصوف رابطه قوی پیدا نموده است. بعضی از آنها مثل عبدالله انصاری با جریان فیودالی تصوف علاقمند باشند هم، ولی از تأثیر عنعنه عمومی ادبیات تصوفی بی بهره نمانده بودند و در ایجادیات خود بیشتر سبک ساده و روان، عبارات و ترکیبات و تمثیلات و ضرب المثل‌های خلقی را به کار برده با ایدئال‌های جوانمردی و بشردوستی پیروی می‌کردند. این جهت‌ها ارزش اساسی نظم تصوفی را فراهم آوردند. چون این عقیده‌ای که شاعران بزرگ عصر میانه گویا همیشه فقط از ترس تعصب و با مقصد پنهان داشتن آزاد فکری خود اصطلاحات و عبارات صوفیه را استفاده کرده باشند نادرست است. ما این گونه اصطلاحات و عبارات را در آفریده های ابن سینا هم دچار می شویم. لینین در خصوص فیلسوفان قدیم سخن رانده به طرفداری آن برآمد می کرد که تاریخ فلسفه به فکت های تاریخی قطعیاً موافق باشد تا که به فیلسوف های قدیم چنان تکمیل ایده هایشان نسبت دادن نشود که آن به ما مفهوم است ولی در اصل هنوز در فیلسوف های قدیم موجود نبود. متفکران گذشته را به طور کلی از حرکت های جمعیتی زمان آنها جدا کردن عملی غیر تاریخی است. محدودیت های تاریخی هر یک متفکری عصر میانگی را که پابند تصورات دینی حکمران آن وقت بودند فراموش نکرده، خصوصیت های نسبت به آن زمان پروگرسیوی ایجادیات او را باید معین نمود. ایدئولوژی صوفیه در حیات جمعیتی آسیای میانه به درجه وسیع پهن گردیده بود که
جریان ارتجاعی فیادالی تصوف تدریجاً علال خصوص در آخرهای عصر میانه در قطار جریان دینی حنفیه اسلام موقع دومین جریان اساسی را اشغال کرد. از گفته های بالا چنین برمی آید که تعلیمات تصوف از اولین مرحله های انتشاری خود جهت های را که برونق علم دنیوی و فلسفه راسیونالیستی ممانعت می کردند در خود نهفته بود. بعدها در عهد تیموریان و خانی بخارا تصوف فیادالی در سر مبارزه ضد همه گونه افکار آزاد قرار گرفت. در عین زمان در نظم تصوفی دوره‌های گوناگون تظاهر غایه‌های مخالفتکارانه و انسان پروری را مشاهده نکردن ممکن نیست. پرستش انسان کامل و خدا شمردن آن در نظم تصوفی اکثر وقت در شکل میستیکی به درجه عالی فهمیدن برازندگی و قدر و قیمت انسان را افاده می نمود. در این دوره چنین نظریاتچیان بزرگی تصوف مانند محمد غزالی و برادر او احمد غزالی که نظریه مخصوصی تصوفی عشق عرفانی را به میان گذاشته است، این چنین شاعرانی برگزیده متصوف عبدالله انصاری 1006-1077، ابوالمجد سنایی 1050-1131، فریدالدین عطار 1142-1220 به میدان آمدند. ابو حامد محمد غزالی 1056-1111 در شهر توس تولد یافته از آوان جوانی با تعلیمات اهل تصوف شناسایی پیدا نمود. سپس در نیشاپور به تحصیل علم شغل ورزیده، مخصوصا در ساحه فقه دانش مکمل حاصل کرد و از این جهت در بین روحانیان اعتباری کلان یافت. دیری نگذشته شهرت او تا به دربار سلطان ملک شاه سلجوقی رسید و سال 1091 موافق دعوت وزیر نظام الملک به بغداد رفته در مدرسه نظامیه به درسگویی مشغول شد. در آنجا به غزالی سفارش دادند که با اسماعیلیان دشمنان اشدی سلجوقیان مناظره کرده ناسازگاری تعلیمات آنها را با مذهب حنفیه اسلام ثابت نماید. ولی غزالی فقط به این کار محدود نشده جداً به آموزش فلسفه علال خصوص آثار فارابی و ابن سینا کمر بست. او در شرایط مخالفت‌های تند و تیز صنفی و سیاسی که افاده مفکوروی خود را در مبارزه فرقه‌های گوناگون دینی یافته بودند و این عموماً خاص عصر میانه است زندگانی کرده، همچون طرفدار سیاستی مرکزیت بخش نظام الملک در راه آشتی دادن الهیات و فلسفه راسیونالیستی که اهمیت بزرگ آن را به خوبی می‌دانست سعی و کوشش زیادی به خرج داد. اما او در این راه به چیزی موفق نگردید و طبیعی است که موفق شده هم نمی توانست. پس از این غزالی بحرانی سختی معنوی را از سر گذرانید و سال 1095 از درس مدرسه دست کشیده به اهل تصوف پیوست. غزالی از حیات کناره جسته تصور کرد که در ریاضت و ترک دنیا به قول خودش اطمینان و آسایش خواهد یافت. در سالهای بعدینه او بسیار سیاحت کرده به سوریه و مکه نیز سفر نمود. این مسافرت کیفیت صوفیانه او را باز هم قوت داد. اثری مهمی وی احیاء العلوم الدین که به زبان عربی نوشته شده احساس صوفیانه عرفانی را اساس معرفت و عشق الهی را اساس دین و مذهب دانسته است محصول این مسافرت می باشد. غزالی بعد برگشتن از سفر سوریه در سالهای آخری حیاتش یک چند وقت در مدرسه نیشاپور درسگویی کرد.
پس از آن به طوس رفته خانقاه را مسکن نمود و بقیه عمر خود را در حلقه شاگردان به سر برد. چنانکه از تحقیقات موجوده معلوم می گردد، غزالی در تألیفات خود به وسیله غایه‌های صوفیانه فلسفه راسیونالیستی را در کشورهای متصرف اسلام خراب نموده، مبدأهای تصوفی و فقهی دین اسلام را عیارانه به هم پیوست و با این طریقه الهیات را از بی‌اعتباری و کوچه سربسته فلسفی رها نمود. در حقیقت هم غزالی از نقطه نظر اسلام محاکمه های صاف فلسفی را محکوم نموده، تعلیمات پیروان فلسفه مشایعه از جمله فارابی و ابن سینا را که انکشاف دهنده غایه های ارسطو حساب می یافتند مخالف دین اعلان کرد و به معنی های تصوف لباسی زهد و تقوا پوشانیده. با همین در تاریخ افکار جمعیتی اکثر خلقهای شرق نزدیک رالی ارتجاعی بازی. این است که کتابهای او در دوام بسیار عصرهای پس از وفاتش در بین اهل تصوف رویه فیادلی و قسماً حاکمانی به تعصب صوفیانه میل داشته شهرت زیاد پیدا کرده بودند. چون غزالی شخص خیلی با قریحه و استعدادناک بوده در ساحه فلسفه معرفت کامل داشت، اثرهای وی در بعضی بابتها رولی مثبت نیز بازی کردند. چنانچه او در کتاب مقاصد الفلاسفه به نیت رد کردن تعلیمات پیروان فلسفه مشایعه نکته های اساسی این تعلیمات را چنان عمیق و دقیق بیان نمود که آن برخلاف خواهش مؤلف مدت‌های دور و دراز همچون بهترین وسایط آموزشی اساسهای این فلسفه استفاده کردید و خالصانه به انتشار راسیونالیسم کمک رسانید. این کتاب به لاتینی ترجمه گردیده یک وقتها در اروپای عصر میانه بهترین نقل مختصری غایه های فلسفه مشایعه دانسته می شد. غزالی در اثری بعدتر تألیف کرده خود المنقذ من الضلال ظاهراً خوف تعصب دینی و عموماً منع تمام علمها را که نمایندگان ارتجاعی روحانیان اسلام اصرار می کردند درک نموده، عقیده های نهایت مخالفت آمیز را بیان می کند. مثلا او ارسطو، فارابی و ابن سینا را از نقطه نظر اسلام کافر اعلان کرده، در عین زمان خدمت بزرگ آنها را در بابت انکشاف منطق راسیونالیستی خاطر نشان می نماید. این چنین از موقع اتئیستی رد کردن دین را همچون یک امر مبالغه رالی علومی دقیق سرزنش نموده، در عین حال متعصبان جاهل مسلمان را که با راه منع تمام علم و فنی مربوط به فلسفه مخالف وحی قرآن تازگی مذهب حنفیه اسلام را نگاه داشتنی می شدند محکوم می سازد. او حقوق عالمان را برای عمیق حساب کردن و پیشگویی کردن وقتی گرفتن آفتاب و ماه در تصور روحانیان کرامات الهی، حقوق انکشاف ریاضیات، تطبیق منطق و استفاده طبی عملی را از قوه‌های ارتجاعی حمایه می کند. غزالی اظهار می نمود که دین اسلام را به جهالت اساس یافته نباید پنداشت، زیرا جهالت بر ضد خود دین جنایت است. او به واسطه چنین سفسطه ظاهراً می‌خواست ساحه‌های به خودش نزدیک علم را از حمله‌های اهل تعصب نجات بدهد، ولی او در آخر کتاب خود را به آغوش تعصب انداخته تأکید می‌کند که طبیعت نه این که خود به خود بلکه فقط به اراده خدا عمل می نماید. تمام راه فعالیت ایجادی غزالی
فاجعه متفکری با استعدادی را پیش نظر می آورد که در حالت ضعف و ناتوانی موقعی افکار راسیونالیستی را با تأثیر فشاری تارفت افزاینده روحانیان ارتجاعی از دست داده است. در ایجادیات انصاری حتی در نثر شکل مناظره را که اولین مرتبه او به کار برده است میتوان مشاهده نمود. این شکل با حکایت‌های تمثیلی خلقی آمیزش یافته بعدتر در تکمیل ساخت داستان‌های اخلاقی آفریده های عطار، نظامی، جامی و شاعران دیگر رادی کلان بازید. رباعیات او که بعضاً ایجاد خلقی را به خاطر می آرند نیز خیلی جالبی دقتند. سنایی هرچند تا آخر چون شاعری متصوف ماند، ولی در بعضی موردها از دایره موضوعات معمولی و محدودیت دینی ایجادیات خود بیرون می برآمد و آنگاه در نظم مناقضی او کیفیت حال عامه خلق نیز به یک طرز مخصوص منعکس می گردید. به طریق نمونه از داستان حدیقت الحقایق سخنان غضب‌آلود پیرزن گدا را که به سلطان محمود خطاب می کند آوردن ممکن است. پیرزن به سؤال سلطان که از او چی می خواهد چنین جواب می دهد: آبی حسرت زدیده کرده روان، گفت زال ضعیف و درویشم، کس نیازارد از کم و بیشم. پسری دارم و دو دختری خورد، پدری هر سه شد 2 سال که مرد. از غم نان و جامه ایشان، می دوم بر طریق درویشان. خوشه چینم به وقت کشت و درو، ارزن و باقیله و گندم و جو. سال تا سال از آن بود نانم، تا نگویی که من تن آسانم. بر من از چیست جوری تو پیدا، آخرین روز را بود فردا. چند ظلم و رعیت آزردن، مال و ملکی یتیمگان خوردن. بودم اندر ده مه مزدور، از برای یکی سبد انگور. دی سری ماه بود و من ز نشاط، بستیدم مزد تا روم برباط. 5 ترک آمد از قهر پیشم، خواند از ایشان یکی بر پیشم. بگریفت آن سبد ز گردنی من، من برآوردم از عنا شیون. دیگری آمد و زدم چوبی، تا ز من بر نخیزد آشوبی. گفت این کیست و این کی شاید بود، کو برآورد از تنی من دود. گفت جانداری شاه محمود است، زین جزع مر تو را چه مقصود است. بر خود و جان خود مخور زنهار، راه را پیش گیر و بانگ مدار. من ز گفتاری وی بترسیدم، راه شکاری تو بپرسیدم. من تو را حال خویش کردم درس، از دعای منی ضعیف بترس. گر نیابم ز نزد تو من داد، در سحر نزد او کنم فریاد. آهی مظلوم در سحر بی یقین، بتر از تیر و ناوک و زوبین. در سحرگاه دعای مظلومان، ناله زار و آه محرومان. بشکند شیری شرزه را گردن، درکش از ظلم خسروا دامن. این قبیل معنی ها را در ایجادیات عطار هم که اصلاحاتی در تصوف به عمل آورده غزالی را قبول نداشت دچار آوردن ممکن است. در یکی از اولین داستانهای او خسرو و گل
که قصه عاشقانه قدیمه یونانی نقل گردیده است، فقط بعضی پدیده های تصوف به نظر می رسد. منطق الطیر او صرف نظر از آن که در تاریخ حکایه بندی اثرهای تصوفی نوشته شده است، از بهترین داستانهای تمثیلی اخلاقی به شمار می رود. در این داستان شکل قصه در قصه با آمیزش مثالهای شوق‌انگیز به کار برده شده. مضمون بعضی از آنها را تنقید خلق و اطوار فیادلی تشکیل نموده است. مهارت داستان سرایی عطار چنان که از دیگر آفریده های او نیز هویداست، از مهارت صناعی هم بلندتر است. از بس که عطار دارو فروشی را پیشه نموده، شعرگویی را مایه معاش قرار نداده بود، دیوان اشعار او از قصیده های مدحیه تماما خالی است. او را در شرح حال اهل تصوف با نام تذکرة الاولیا اثری است که با نثر عاری تألیف یافته است. در انکشاف غایه های انسانیت پرورانه این دور، شاعری بزرگی فارسی زبان آذربایجان نظامی گنجوی وفاتش سال 1209 راری به غایت کلان بازی. او آفریننده اثری بی زبان خمسه است که دهها شاعران به زبانهای فارسی، ازبیکی، ترکی، آذری و غیره آن را پیروی کردند. در این مسابقه خمسه نویسی که عصرهای زیاد دوام نمود، چنین شاعران معروف از قبیل امیر خسروی دهلوی، علی شیر نوایی و عبدالرحمن جامی شرکت ورزیده هر یک اثرهای برجسته‌ای به وجود آوردند و در تقویت این رویه سهمی پرارزش خود را گذاشتند. در همین دوره بجای سبک خراسانی اسلوبی نوی ادبی که با نام سبک عراقی مشهور است به ظهور می آید. اگر بیانی ساده و به زبانی گفتگو نزدیک خصوصیت اساسی سبک خراسانی یا خود ترکستانی باشد، برای سبک عراقی سخنبازی های پیش در پیچ و تشبیه و استعاره های مرکب خاص است. این خصوصیت که جهت اساسی نظم دوره ترقیات فیودالیسم می باشد، علل خصوص در اشعار مدیحوی درباری تظاهرات خود را پیدا نموده است. شما گفتاری 75 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف خان، کارگردان شیرعلی نغزلی.